پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. انسانها، مردم مثل معدنها هستند، چون معدنهای طلا و نقره. بیام این معدنها رو کشف بکنیم. هر کدوم از شما یک معدنه. وقتی یک معدن طلا کشف میشه، چقدر طلا ازش، چقدر سکه ازش، چقدر شمش ازش استخراج میکنن. هر کدوم از شما یک معدن هست، معدن طلا و نقره. عجب استعدادهایی تو شما هست، عجب شمش‌های ارزشمند و گرانبهایی داخل شما هست، تو این کله شما هست. روانشناسا متوجه شدن، میگن هر انسان یک پروژه است، ولی قرآن میگه انسان‌هایی هستن که هر ثانیه‌شون یک پروژه است. انسان‌هایی هستن که هر ثانیه عمرشون یک پروژه تولید میکنن برای بشریت. کشور ما کم نداره، غرب و مات و مبهوت کرد، خواب از اروپا گرفت. تفاوت دانشمندان ایرانی و دانشمندان غربی این که دانشمندان ایرانی در سن 30 سال تا 35 سال و 40 سال نوابغ دنیا شدن و به کشفیات بزرگ دست پیدا کردن. سن دانشمندان هسته‌ای ایران عزیزمون، باور بکنید بین 30 تا 40 ساله. یعنی هنوز 40 سال دیگه وقت دارن که اینا هر چی در این کلشون هست گنجانده شده بریزن بیرون. دانشمندای غرب همه 70 سالشونش، 65 سال، 70 سال، 75 سال. اونا مردن دیگه چه است؟ باید علم شنگ را بندازن. جوان 30 ساله مبتکر میشه، اونم تو اتم، تو مسائل هسته‌ای. پیامبر درباره ما گفته لو کان العلم منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس. اگر علم و دانش در ستاره پروین بود، مردانی از ایران زمین به اون دست پیدا میکردن. در خود آمریکا فقط بیش از 6000 متفکر ایرانی وجود داره. در خود آمریکا، بس فقط آمریکای تنها، بیش از 6000 متفکر ایرانی در مراکز حساس پژوهشی دارن کار میکنن، مراکز حساس علمی، تو دانشگاه ها، تو ناسا، تو مراکز تحقیقاتی، تو لابراتورها، جاهای حساس غرب، فقط در آمریکا. این آمار من نمیدم، این آمار نماینده ایرانیان مقیم آمریکا در کنگره پژوهش مبتنی بر جامعه سراسری در اردبیل که از آمریکا دعوتش کرده بودن، اونجا آمار داد. گفت بهترین مهاجرینی که به غرب هجرت کردن و اروپا ایرانی ها هستن، باقی همه اوباش اراذلن. ایرانی ها هم از نظر اقتصادی قویان در اونجا و هم از نظر علمی. فقط در آمریکا بیش از 30000 متفکر ایرانی. بپالید به خودتون. الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. حدیث دوم پیامبر فرمودن طوبی، درختی در بهشت برای کسی که کلید خیر باشه و قفل شر باشه. کلید خیر باشی، در خیر رو باز میکنی به روی مردم، و قفل شر باشی. اگه در شر جایی میخوان باز بکنن قفل بزنی، تو قفلش باش، نگذار باز بشه. و در خیر رو اگر قفل زدن با پک، برو قفل رو بشکن. و حدیث سوم، سوال کردن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین مردم چه کسانی هستند و بهترین عمل چه عملی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین مردم احب الناس الی الله انفعهم للناس. محبوب ترین مردم نزد خدا، مفیدترین مردم به خلق خدا هستند. هر کسی که نفعش و خیرش و فایدهش بیشتر از همه به خلق خدا میرسد، اون مفیدترینه، اون بهترین نزد خداست. پیامبر معرفی میکنه، نگفت کسی که نماز خوب فقط میخونه برای شخص خودش، گفت انفعهم للناس،
بهترین خلق خدا پیامبر معرفی کرد، گفت مفیدترین برای خلق خدا کسی که قدم خیر برای خلق خدا برمیداره. گفت بهترین عمل چه عملی است؟ باز پیامبر ارشاد فرمود سرور تدخله علی مسلم، یه خوشحالی که بر قلب مسلمانی وارد بکنی، یه دلی رو خوشحال بکنی، اشک رو پاک بکنی، لبخندی رو جاری بکنی، صورت غم دیده رو دوباره بشاش بکنی، ناامید شده رو نوازش بکنی، یتیم رو نوازش بکنی که احساس بی پدری و بی کسی نکنه. سرور تدخله علی مسلم، خوشحالی که بر دل مسلمانی وارد میکنید. جزاکم الله خیر از اینکه حوصله کردید. از همه شما تشکر میکنم.